بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 16 خرسی مردی را خورد رو شروع میکنیم. امروز روز اول مرداد 1403 مصادف با 22 جولای 2024 و 16 محرم 1446 هستش. و جلسه پیش رو ما و جلسه 15 به نظر من جلسه تعیین کننده ای بود، برای اینکه اینو جنبندی بود از جلسات 15 جلسه قبلی. من دیگه نمیخوام تکرار کنم، فقط میخوام یه مختصر بگم که ادامه اون بحث رو این امروز پیش میبریم. در اون جلسه من نکته ای رو که سعی کردم به اصطلاح برجسته کنم از نوعی بررسی از دیدگاه طبیعتگرایی که با اون بزرگ شده بودم و در دوره فلسفه خوانی 30 سال اخیر بنده تعقیب کرده بودم در فلسفه غرب تا دوره دکترا. اون رو باز کردم که چطور وقتی که با آیات خداوند مواجه شدم و این مواجه شدن با آیات خداوند کاملا کلاه عقل طبیعتگرا و سکولار رو از سر من انداخت. این قسمت رو قبل از اینکه شروع کنم میخوام تقدیم کنم به آقای اکبر زمردی و ایشون در عضو گروه معنای زندگی بنده هستند و انسان بسیار فرهیخته و کنجکاو و جستجوگر، یعنی هم دانش وسیعی دارند، هم شخصیت ژرف و ظریفی دارند، هم روح پرشور و جستجوگری دارند. برای من ایشون یک شخصیت جذابیه و با هم به هر حال کشاکش های و گفتگوها و ترد و بدل هایی داریم در این گروه. ایشون یه سوالی رو طرح کردن. من قبل از اینکه اصلا جلسه رو بخوام بستش بدم میخوام به سوال ایشون بپردازم. ایشون آقای اکبر زمردی یک بحثی رو از طرف آقای ملکیان که با آقای دهباشی، دکتر دهباشی داشتن در رابطه با مسئله عقل جزئی و عقل کلی رو طرح کردن و آقای ملکیان تو این بحثی که با آقای دهباشی کردن که هم مطلبش رو به طور مستقل در جاهای مختلف چاپ شده، هم مثلا در سیدانت یا کلیپ جوابهای ملکیان. من جواب آقای دهباشی رو به ایشون رو نشنیدم یا ندیدم، ولی به اصطلاح خیلی شیوع پیدا کرده و پاپیولار شده و گوش میکنن. آقای دهباشی در نقد دیدگاه آقای ملکیان که اخلاق بدون دین و خدا، اخلاق بدون دین رسمی میتونه مستقر باشه و حرکت داشته باشه و معنویتی بدون دین ممکنه و موثره. ایشون خب نظر ایشون آقای ملکیان رو نقد میکنن در این گفتگو و میگن که ایشون فرق بین خرد جزئی و خرد کلی و عقل کلی و عقل جزئی رو در نظر نمیگیرن آقای ملکی. من به بحث جواب هایی که حالا آقای ملکیان در رابطه با مسئله اخلاق و معنویت داده انشالله یک جلسه دیگه بهش میپردازم. به نظر من ایشون انواع گوناگون مغلط های فلسفی رو میکنن و منطقی در پاسخ به این موضوع که انشالله یک فصل کامل رو بنده به جواب بحث های آقای ملکیان در رابطه مسئله امر معنوی، امر اخلاقی یا امر دینی میپردازم. اما اینجا فقط میخوام به پاسخی بدم به دوست عزیزم آقای اکبر زمردی که براشون این سوال بود که واقعا کی در این زمینه حق میگه، اصلا موضوع چیه. برای که ایشون یه آقای زمردی خصوصیت جالبی داره که من بسیار به نظرم جذاب و مهم است. به بحث تجریدی و انتزاعی صفر بسنده نمیکنن. ایشون واقعا میخوان که به بحث منسجم و تا حدی انضمامی برسن، یعنی کاربردی اصطلاحی که خودشون به کار میبرن، نه یه بشت کلمه که بیاد به چرخ و برو. و من هم حالا سعی میکنم با همون چیزی که چون من هم موافق ایشونم از این نظر و همینجوری فکر میکنم و جستجو میکنم، خب میخوام جوابی بدم به سوال ایشون در رابطه با عقل جزئی و عقل کلی. جناب آقای ده- اول بگم آقای دهباشی میگه که آقای عقل سکولار، عقلی که خدا زدایی کرده طبیعت رو، عقل جزئیه و این در با عقل کلی که همون عقل الهی باشه نمیتونه به اصطلاح قابل مقایسه نمیتونه باشه. عقل جزئی زمانمنده، عقل کلی زمانمند نیست، ای تمپوراله و بنابراین وارد اون عقل کلی نمیتونه بشه. همینطور وقتی ما وارد مسئله اخلاق و مسئله شناخت شناسی میشیم، ما ناگزیریم که رابطه ای رو با عقل کلی برقرار کنیم وگرنه دیدگاه ما ابتره.
آقای ملکیان با شور بسیار به ایشون حمله میکنه و میگه که ایشون در دوران دبیرستان معلم من بوده، خیلی هم دوستش دارم، ولی من ایشون رو و امثال ایشون رو الان به چالش میکشم که حرفایی رو میزنن که بنیان نداره و ازشون میخوام که عقل کلی رو با همین عقل جزئی ثابت کنن، برای اینکه راه دیگه برای درک عقل کلی نیست به غیر از اینکه ما عقل جزئی خودمون رو کاربرد داشته باشیم و به کار ببریم. و بنابراین ایشون باید ثابت کنه که عقل کلی هست، وگرنه حرفش یک ریاضی بیش نیست. این کلمات آقای ملکی. این قسمت ایشون که خیلی پرشور حمله میکنه و اینا. عزیزان من، بنده خب همونجوری که خدمتتون عرض کردم، بنده 7 8 سال زندان جمهوری اسلامی بودم. بنده به شدت بر علیه تفکر دینی بودم، اونو خرافی میدونستم، عقب افتاده ارتجاعی میدونستم، مارکسیست بودم. بعد اصلا اونم گذاشتم کنار، رفتم طرف انواع گوناگون تفکر فلسفی و تا رسیدم به فلسفه تحلیلی و راسل و فرگن و کوین و نلسون و گودمن و رورتی و پیرس و اینا رو به هر حال اندازه وسع محدودی یه دانشجوی فلسفه تا دوره دکترا مطالعه کردم کم و بیش. رفت بعد هایدگر، فلسفه اروپایی که بیشتر تمایلم به اون سم رفت، هایدگر و فوکو و امثال هم. و محض اصلی و مرکزی همه سالهای تحصیل من در فلسفه مسئله سلف یا نفس بوده. یعنی چه دوره کارشناسی ارشد چه دوره دکترا من روی این موضوع کار میکردم. دوره دکترا رو در دوره دکترا همونجور که خدمت شما گفتم، وقتی به این نتیجه رسیدم که این نوع تفکرات هم به بن‌بست میرسند، رو به خدا کردم، گفتم اگر هستی عقل کلی، توجه بکن، اگر هستی عقل کلی، اگر هستی هدایت کن. آقای ملکیان به آقای دهباشی میگن که شما باید ثابت کنی از طریق عقل جزئی عقل کلی رو. اولا خود این بحثی که شما باید ثابت بکنید، ما مکرر در موردش نوشتم، بحث کردم که یک بحث ابتریه. برای اینکه در زمانه ما اساسا این نکته که شما بخواید عقل کلی رو ثابت بکنید یک بحث نادرستیه. هیچکس ادعا نمیکنه که عقل کلی رو میتونه ثابت بکنه. حتی عقل جزئی رو هم نمیشه ثابت کرد. ایشون همونجور که آقای ملکیان در صحبتش میگن ما همه میدونیم عقل جزئی چیه. من عقل دارم، شما عقل داری، فلانی عقل داره، بنابراین همه ما میدونیم. خب من به ایشون میگم من نمیدونم شما چی میگید آقای ملکیان، معذرت میخوام. یعنی چی ما عقل داریم؟ عقل چیه؟ شما ontoloژی عقل رو برای من بگید کجاست؟ کجا هستش عقل؟ میتونید به من بگید انتیتی عقل کجاست؟ نیایید بگید که مش انتزاعیات نبافید. بعد بیان شما میگید عقل کلی رو ثابت بکنم یا عقل جزئی رو ثابت بکنم. عقل جزئی نداریم ما اصلا، که ما عقل ها داریم. اتفاقا جوابی که آقای دهباشی بعد بهش میده و متاسفانه در کلیپ ها ظاهر نمیشه و اتفاقا به این موضوع اشاره میکنه که عقل وارد تشکیک و مدارج میشه. عقل جزئی بخشی از این سلسله عقله. حتی عقل کلی هم اپروچ و نزدیکی بهش و قرابت بهش وارد مدارج میشه. آقای دهباشی مسائلی رو میگه، ولی این نکته رو که من میگم و آقای دکتر قفاری در پاسخ به آقای زمردی هم گفته، نمیگه که اساسا شما نمیتونی ثابت بکنی. ثابت یعنی استنتاج قیاسی نمیتونی بکنی که عقل کلی یا حتی عقل جزئی رو. پوپر که خودش عقلگراست و اتفاقا عقلگراییش هم مدل قیاسیه. یعنی اگرچه اسم فلسفهش امپریوکریتیسیزمه، یعنی تجربه گرایی انتقادی، ولی بر اساس تفکر قیاسی هستش که معتقد اساسا ما تجربه دنیا رو میفهمیم و مشکل هیوم رو که میگفت ما تجربه نمیتونه رابطه علت و معلول نمیتونه ضرورت داشته باشه، اینجوری حل میکنه که برخلاف حالا کانت که اساسا ما با اساس قیاس حرکت میکنیم، یعنی از اصولی شروع میکنیم و بعد تجربه رو در ظرف اون قیاسات میریزیم و سعی میکنیم یک معادله درست کنیم و قضیه از تجربه شروع نمیشه و همه این ضرورت از طریق قیاس وارد تجربه میشه. آقای پوپر که خودش این مباحث عقل‌گرایانه رو به شدت دفاع میکنه و طرح میکنه، معتقده که معروف گفته خودش که بنده اشتباه عقلگرایان دیگر رو مرتکب نمیشم که بخوام عقل رو ثابت بکنم، بلکه میگم من به عقل ایمان دارم. آقای ملکیان عزیز، شما به عقل ایمان پیدا کردید، اشکال هم نداره، مثل آقای پوپر ایمان پیدا کردید. نگید که عقل رو ثابت بکنید، شما عقل خودتون هم نمیتونید ثابت بکنید و بلکه بهش رسیدید که این درسته. انتولوژی نداره عقل، که شما عقل رو پیدا کنید و من بگید کجاست اون عقلی که شما میگید.
عقل رو اگر به معنای استنتاج قیاسی و استقرایی میگید، عقل رو به معنای این میگید که چطور ما تجرب رو پروسه و پردازش میکنیم، از طریق منطق دارید صحبت میکنید، این خیلی هیته خیلی محدودی از عقله و بحث ایمان به عقل رو واقعا جاستیفای نمیکنه. برای اینکه الان در زمانه ما دیگه اندک کسی هستش که صحبت از این میکنه که نه فقط در حیطه دین و عقل، رابطه عقل جزئی و عقل کلی، بلکه در هیچ حیطه‌ای ما قادر نیستیم که کاملا ثابت بکنیم اصولی رو. همون جور که ما، یعنی برای که ما همیشه از یک اصول موضوعی شروع میکنیم که اونا رو بدیهی میگیریم و بعد از اونجا شروع میکنیم سقراط کبرا کردن و یک سیستم حالا منطقی منسجم یا قیاسی یا استقرایی یا ابداکشن پیرسی ایجاد میکنیم که بر اساس اون بتونیم استدلال بکنیم و استدلالات ما برمیگرده به مقدماتی که قابل اثبات نیست. این نکته رو که خدمتتون گفتم میخواستم توجهتون رو جلب بکنم. یا اگر کسی گودل رو، از قضیه ناتمامیت گودل رو بهش توجه کرده باشه، متوجه میشه که دیگه در عرصه ما هیچ کس ادعا نمیکنه، بلکه ایشون ثابت کرده، اتفاقا از نظر منطقی و ریاضی ثابت کرده اساسا هیچ سیستمی نمیتونه اصول خودش رو جاستیفای بکنه و کاملا ثابت بکنه. یعنی به هر سیستمی به ناچار، هر سیستم منطقی به ناچار ناکامله. خب بنابراین اساسا کسی ادعای اثبات نداره در این زمینه. بحث بنده که برخلاف آقای دهباشی بحث پیداشناسیه و میخوام بگم که عقل کلی رو ما از طریق عقل جزئی ثابت نمیتونیم بکنیم. نکته که دکتر قفاری گفتن قابل تأمله که ایشون در پاسخ به آقای زمردی گفتن که همون که من خدمتتون عرض کردم که اولا خود آقای ملکیان عقل جزئی رو هم نمیتونه ثابت بکنه، بلکه ازش شهود داره و به نوبه خودش عقل کلی رو هم ما نمیتونیم ثابت بکنیم، بلکه ازش شهود داریم یا علم حضوری داریم. خب ممکنه آقای ملکیان بگه من علم حضوری ندارم از عقل کلی. شما عقل کلی رو چجوری ازش علم حضوری دارید؟ برای من توضیح بدید. حالا ثابت نکن، بگو توضیح بده که چطور از عقل کلی علم حضوری دارید. من حالا در خلال این صحبت که شروع کردم میخوام توجه شما رو به یک مثالهای ملموس از نشان دادن عقل حضوری، شهود حضوری از عقل کلی، یعنی همون خدا. به این آقای دهباشی پاسخی دادن اتفاقا به آقای ملکیان، ظرافی داره که هیچ جا متاسفانه در نسخه های ویدئویی شما نمیبینید که این مطالب به اصطلاح مطرح شده باشه. آقای دهباشی اتفاقا به خاطر اینکه اون تجربه حضوری یا شهود حضوری، علم حضوری از این عقل کل رو ندارن، در جواب به آقای ملکیان میگن که اینو فیلسوفا گفتن عقل کلی است و من از اونجا میگم عقل کلی، وگرنه من خودم ثابتش که نمیتونم بکنم، این گفته شده، اینم با اون اصل موضوع قبول نیست. نکته، ولی دو سه نکته دیگه آقای دهباشی میگه که اتفاقا به نظر من up to the point، یعنی دقیقا ظریفه و جواب میده به آقای ملکیان. ولی متاسفانه به خاطر این جبر سیاست زده جامعه ایران، جمهوری اسلامی تحت نام اسلام آمده و نتونسته مدیریت بکنه به اندازه کافی و علاوه 40 سال تحریم های امپریالیسم غرب و چیزهای تبلیغاتی غرب که واقعا نمیخوان هیچ کشور مستقلی در این منطقه باشه به هر ترتیبی که شده، به خصوص با سیستم پیچیده و ظریف تبلیغاتی خودشون سعی میکنن نابود کنن هر صدای مستقلی رو. این یک جو واقعا عجیب غریبی در ایران شکل گرفته، هم فساد، هم سوء مدیریت، هم تبلیغات غرب، هم تحریم ها که نفس همه رو گرفته و یک جوی رسیده که تفکر به شدت تحت تاثیر سیاست قرار گرفته. یعنی الان آقای ملکیان حالتی که صحبت میکنه، در حقیقت من اون شوری رو که ایشون داره راجبش صحبت میکنه من فلسفی نمیبینم، اون چون عصبانیه از جمهوری اسلامی. میگه من میخوام هر کسی رو که به نوعی میخواد اون نوع تفکر جمهوری اسلامی وار رو، حالا از نظر ایشون همه این حرفای بی سطح و بی سر و دم و سطحی متافیزیکی هستش که نمیتونه چیزی رو ثابت بکنه، ادعاهای گزافه، میخوام همه رو بزنه. البته نکته ای که ایشون میگه یا خیلی ها میگن اصلا در رابطه با خرافات و مسئله گزاف اصلا غلط نیست، این یک
نیاز ضروری تفکر ماست که به مسئله تفکر گزاف پاسخ بدیم و اونها رو بکاویم و چشم بسته چیزی رو قبول نکنیم. از این نظر بنده با با درد آقای ملکیان همسو هستم. ولی واکنشی بودن در مقابل یه سیستم سیاسی اجتماعی و بنابراین به شکل یک ارق و ایدئولوژی در اومدن که من میخوام حتما پایه های اینا رو بزنم، موجب میشه که آدم گوش نکنه به حرف آقای دهباشی. طرف معلم اونجا داره صحبت میکنه، شما از اول اومدید چنان این آدم رو کوبیدید. شما اگر ببینید اون کلیپو که به شدت آقای دهباشی میکوبه آقای ملکیان و مکرر حرفشو تکرار میکنه که بیا جواب منو بده اگه مردی، مثلا حالا با یه چنین لحنی. حالا منم با آقای ملکیان میگم اگه مردی جواب منو بده. شما اگر پاسخ آقای دهباشی رو شما ببینید، ایشون اتفاقا پاسخی که با آقای ملکیان میدن ظریفه. اولا ایشون میگه که پاسخ اول من به آقای ملکیان اینه که عقل کلی امری وجودیه، نه مفهومی یا انتزاعی. ببینید خیلی ظریف گفته، همون صحبت آقای قفاری رو داره به یک نوعی تاکید میکنه که آقای ملکیان میگه که باید ثابت کنی، یعنی به شکل صغرا کبرا من ثابت بکنی که عقل کلی هست از طریق عقل جزئی که ما داریم. آقای دهباشی میگه اصلا عقل کلی امر وجودی، امر ثابتی نیست، مفهومی و انتزاعی نیست. بعد میگه که من الان میخونم، نقل قول میکنم از طرف آقای دهباشی: وقتی ما صحبت میکنیم مبنا داریم که میگوییم عقل کلی. اولا عقل کلی یک عقل سعاست. حالا میگوین این عقل رو که گفته است وجود دارد؟ خب فلاسفه گفتن. پس عقل کلی وجود سعا دارد، مفهومی و انتزاعی نیست. حالا من کلمه سعاست فکر میکنم، سین همون مثل سعی نوشته میشه و من دقیقا نمیدونم، باید اینو مطالعه کنم بالا ببینم این کلمه همون عقل سعی منظور ایشونه یا عقل سعی. به هر حال تعریفی که ازش میکنن اینه که وجودیه و مفهومی و انتزاعی نیست. بعد شعری میخوانن: این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه هست و صورتها رسول. آقای ملکیان میگن ای مولوی دلیل این شعرت رو هم بگو. ای مولوی سخن تو هم دلیل میخواهد، مولوی هم باید دلیل بیاورد، مگر مولوی معاف از دلیل است؟ خب آقای دهباشی میگه در هر صورت من به امری که فلاسفه و عرفا گفتن اشاره داشتم و از خودم نگفتم. اختلافات ما با استاد ملکیان مبنایی است. این عقل سعی مانند وجود تشکیکی است، یعنی مراتبی دارد، ولی این مراتب بستگی به فعالیت و استعدادهایی دارد که فرد بتواند از مراحل پایین به مراحل بالاتر برود، مجردات که حد ندارد. ما با این مبانی صحبت میکنیم. آقای ملکیان رد میکنه، میگه نه، شما اثبات عقل کلی با اذعان عقل جزئی در با اذعان عقل جزئی به خطای خود در مواردی موثر است. ایشون ادعا میکنه چنین چیزی رو میشه ثابت کرد. خب ولی خب نمیشه که. دکتر دهباشی بنابراین من پاسخ میده، بنابراین من تشکیکی عقل رو بیان میکنم. ما همین الان با همین عقل جزئی میتوانیم خطای خود را جبران کنیم، تشخیص بدهیم من اشتباه کردم و بعد اصلاح بکنم. با کدام عقل؟ با همین عقل جزئی. بنابراین عقل محدود نیست که ما بیاییم بگوییم فقط همین عقل جزئی وجود دارد. عقل جزئی همین عقل مکتبی و مکسبی است. اگر برای عقل استعلا قائل باشیم، پس باید به عقل 100% هم قائل باشیم. اما اگر قائل به استعلا برای عقل نباشیم، پس عقل من باید در دبستان و دانشگاه و دبیرستان باقی بماند. پس همین عقل استعداد دارد کمال پیدا کند. مقصود من از عقل کلی، توجه بکنید آقای دهباشی دارن توضیح میدن، تجلی الهی است، سریان وجود الهی در عالم است که این عقل‌های جزئی هم بهره‌مند از آن هستند. خب ببین خیلی زیبا پاسخ داده به نظر من و من دیگه پاسخی از آقای ملکیان ندیدم اینجا در این صفحه‌ای که دارم میخونم از سدانت. خب خدمتتون عرض بکنم وقتی که میرسیم به اینجا، من حالا میخوام این رو
با یک شکل ملموس اونجور که آقای زمرودی عزیز مایلن صحبت بکنم، با همین مباحثی که خرس مردی را خورد. شما توجه بکنید عقل جزئی من در سن 45 سالگی در دوره دکترای فلسفه رو به خدا کرد و گفتش که من با این عقل جزئی به این نتیجه رسیدم که عقل جزئی پاسخ نمیده به معنای زندگی، پاسخ نمیده به امر اخلاقی، و به طور کل عقل جزئی من تکه پاره میکنه. من یک انسان هولیستیک نیستم، هول نیستم، کامل نیستم. من ام فرگمنت، تکه پاره هستم. قادر نیستیم تکه پاره به هم بحث بکنیم. تفکر هم از نظر وجودی منطقی متناقضه، متضاده. اینو حالا واقعی ملکیان باید انشالله بشینیم یه وقت صحبت کنیم که چرا اساساً هر تفکر عقل جزئی بدون خدا قادر به این نیستش که به کوهیرنس، انسجام برسه. امکان نداره و ناگزیره که در وارد بحث‌های متناقض بشه و یا ناگزیره که فرگمنتد بشه. یعنی یه هیتر رو میره وارد بحث منطقی میکنه ولی نمیتونه اون هیتر رو، شناختی رو نمیتونه به اونتولوژی وصل کنه، اونتولوژی رو نمیتونه به امر اخلاق وصل کنه، امر اخلاق رو نمیتونه به متافیزیک وصل کنه. فرگمنتد انسان و بدون خدا و بدون خدای که اسلام میگه نمیتونه به این پاسخ بده. خدای اسلام خدای چیه؟ خدای اینکلوسیوه. از ایشون میپرسه خدای اسلام کیه؟ من میگم خدای اسلام خیلی روشن، شما قرآن بخونید، خدای اینکلوسیوه، خدایی که همه خدای پیامبران رو تایید میکنه، خدای یهود رو تایید میکنه، خدای کلیسا رو تایید میکنه، همه مسیحیت تایید میکنه، میگه همش یه خدا. اما در این حالی که آقای ملکیان خیلی سعی میکنه به قول خودشون تفکیک بکنن بین انواع گوناگون خداها در سنت های مختلف به اصطلاح، در این حال وارد مغالطه میشن و هم کاری رو که در مورد امر خدا میکنن در رابطه با امر، یعنی تفاوت رو میبینن، تشابه رو نمیبینن. در رابطه با امر معنویت درست برعکس برعمل میکنن. معنویت رو میگن همه معنویت دارند، بنابراین بدون خدای واحد میشه معنویت داشت و استدلالشون اینه. حتی بودیزم هم یک نوع معنویت بدون خداست و معنویت یهودیت متفاوت از معنویت اسلامیه. معنویت اسلام یکیه، یعنی همین رو به عنوان معنویت میگه همشون معنویت دارن، همشون اتفاقا نمیگه که تفاوت دارن، میگه معنویت همه دارن، همه معنویت دارن با خدای مختلف. یعنی نمیاد معنویت ها رو حالا اینجا تفکیک کنه، خدا رو تفکیک میکنه، معنویت ها رو تفکیک نمیکنه. این مغالطه اینجوریه. و من اتفاقا صحبتم اینه که معنویت بدون خدا، یعنی معنویت بودیزم، اتفاقا تفکیک باید بشه از معنویت خدا، معنویتی که با خدا میاد. معنویت بودیزم اگرچه زیباست و یه هدیت الهیه، همونجور که قبلا راجعش صحبت کردم، متناقض، متعارضه و ناکامله، به خاطر همون که خدا توش نیست. و معنویت یهود و معنویت کلیسایی و مسیحیت اگرچه همون خدای اسلامه، خداوند میفرماید در قرآن کریم خدا همه یکیه. خود از قوم اسرائیل صحبت میکنه، از تحول دین اسرائیل از زمان ابراهیم تا موسی تا نوح تا یعقوب و اسحاق و اسماعیل، همه خود پیامبران الهی هستن اینا. و بعد عیسی مسیح رو پیامبر الهی، مریم مقدس، فصل داریم در قرآن کریم در مورد مریم، در مورد عیسی مسیح. خب در مورد زکریا، در مورد یحیی، در مورد همه اینا ما بحث داریم تو قرآن، همه اینا رو اینکلود، اینا پیامبران خدا هستن. خب ولی در این حال خدا داره قرآن تصحیح میکنه که کجا اینا اشتباه رفتن تو معنویتشون، به خاطر التقاط، به خاطر اشتباهاتشون. اتفاقا ما برمیگردیم به یک خدا، لا اله الا الله، تو خدایی جز یک خدا نیست و اون خدا هستش که بدون اون معنویت پا نمیگیره، دچار انسجام نمیشه. بدون اون خدا، لا اله الا الله، بودیزم و کنفوسیوس و لاوتسو، اینا اگرچه همه هدیت هایی هستن، همون که علم و عرصه‌های دیگه هستی بشر همه هدیت هایی از طرف خدا هستن، نمیتونن به انسجام برسن. همشون از نظر انسجام میلنگن، چه منطقی و چه وجودی. و به همینطور مسیحیت و یهودیت به خاطر اینکه به این لا اله الا الله نرسیدند به این شکلی که قرآن کریم مطرح میکنه، خیلی زیباست. حالا من در طول این جلسات صحبت میکنم، یه آدم بیدین تا 45 سال رو کرده به خدا و بعد میگه که خدایا بدون تو، بدون خدایی، من اون خدایی که میگفتم، وقتی که میگفتم
برای خودم درک کردم. خدا داشتم همین لا اله الا الله بود. من خدای مسیحی و خدای اه، اسلام و خدای چیز سوا نمی‌کردم. گفتم یک خدا هست. درک من این بود. با اینکه من 45 سال من بیدین بودم، قرآنم هیچ وقت درست نخواندم، واقعا نخواندم درست و تورق کردم و نخواندمش درست. به خاطر اینکه قرآن خواندن، حتی اگر همش هم من خوانده بودم قرآن رو، با توجه به اینکه با قلب، برای اینکه این مسئله رو الان میفهمم، به حضور ذهن و قلب نخوانده بودم هرگز نمیفهمیدم. کسی که قرآن رو با قلب نخواند، با حضور قلب، نه فقط حضور ذهن، نمیتونه با قرآن رابطه بگیره. اون خود قرآن کریم میفرماید، میگه این کتاب در سوره بقره میگه هدی للمتقین، هادی متقین، اونایی که خدا پروا دارند. در سوره روم میفرماید به پیامبر میگه چرا انقدر خودتو بیتابی برای اینکه بخوای همه مؤمن بشند؟ نمیشند. برای اینکه فقط اونهایی به دین و به خداوند برمیگردن و آیات رو توجه میکنن که از پیش قلبشون مؤمنه، قلبشون کشش پیدا کرده، توجه نشون دادن. خیلی هم منطقی هم هست. چون از نظر انتولوژیک پیداشناسی هایدگر خیلی روشن میگه فقط اون میگه شنیدن خودش یک نوع پاسخ دادن. هایدگر میگه شنیدن خودش یک نوع پاسخ دادنه. اگه من زنم ممکنه حرف بزنم حواسم اینجا دیگه باشه، پاسخ بهش نمیدم در شنیدن. در وجه قابلیت نیستم، در وجه عملیات هم هنوز گوش میکنم ولی دارم یه جا دیگه عمل میکنم. برای اینکه گوش بکنات، چرا قرآن کریم میگه در سوره حج میفرماید که این چشم ها نیستن که کورن، قلوب هستن که کورن. الله اکبر. من اینا رو نمیفهمیدم عزیزم. من که اهل این حرفا نبودم برادر. من که تا 45 سالگی اصلا میگفتم همه اینا خرافات، همون تفکر مدرن و مدرنیسم و اینا رو دنبال میکردم، یا منطقی استدلالی استنتاجی، قیاسی استقرایی، یا ابداکشن تریرسی، پراگماتیزم و دوی رورتی و خیلی خوب اینا و دیویدسون اینا و کوین در منطق و غیره، دیوید نیلسون. گود. خب ببین و بعد میام توی هایدگر و بعد توی پیداشناسی هوسرلی که به نظر من واقعا خیلی مهمه که عزیزانی از جمله آقای ملکیان که خونده ولی نفهمیده به نظر من و بس نشده، یعنی برای که همونجور که قرآن رو با قلب نمیخونه به نظر من، ایشون پیداشناسی رو با قلبش نمیخونه. یعنی پیداشناسی مستلزم اینه که آدم مقدار این تفکر ذهن‌گرایانه یا عقل‌گرایانه صفر بذاره کنار تا بتونه با یه ابعاد دیگه از تجربه بشری وصل بشه. اون مستلزم دقته و مستلزم گشودگیه. کسی که فقط در چارچوب دو تا چارتای عقلانه منطقی داره فکر میکنه نمیتونه به اونجا وصل بشه و همیشه میشه بهانه پیدا کرد. بنده کلاس تفکر نقادانه درس میدم. کتابای تفکر نقادانه هستن که تکست هایدگر رو میارن به عنوان نمودار تفکر جیبریش، یعنی بی معنا میذارن به عنوانی که تحلیلش میکنن. برای اینکه در کتاب تفکر نقادانه غربی، فلسفه تحلیلی، اساسا قادر نیستن نقب بزنن به اون عالم، برای اینکه زبانش رو نمیتونن بفهمن، اصلا برای اینکه رابطه نمیگیرن، برای اینکه گشوده نمیشن بهش. خب حالا چی میخوام بگم؟ وقتی که از زاویه پیداشناسی به تجربه عقل کلی وقتی نگاه کنیم، من حالا برای شما میگم که اتفاقا این رو از طریق آیات خداوند میفهمیم. نکته ای که آقای دهباشی میگه که عقل کلی همون سریان الهی، تجلی الهی هستش، به عقل کلی رو به عنوان دارای تشکیک و مدارج میدونه. میگه یعنی تو به مقاطع مختلف میتونه باش وارد بشی و اینو تعریف میکنه. دقیقا مسئله اینه که تو آیات الهی رو باش وصل بشی. خود قرآن کریم چقدر از این صحبت میکنه که شما با آیات الهی باید تماس بگیری، رابطه برقرار کنی، وصل بشی و اونم بدون قلب گشوده امکان پذیر نیست. و بنده قلبم تا 45 سال که اصلا بسته بود، اصلا میخوندم نمیفهمیدم این کتاب چی میگه. به نظرم سطحی میومد، به نظرم تکراری میومد. استغفرالله. الان که میخونم هر کلمش جواهره، هر کلمش گوهره، هر کلمش رادیه، هادیه، هر کلمش نوره، هر کلمش جهته، هر کلمش شفاست. در سن 64 سالگی اعلام میکنم. تا 45 سالم میگفتم این اصلا معنی نداره. خب خداوند رو کردم به خداوند، میگم خدای اگر هستی آیات دو به من نشون بده. خب اینجا عقل کلی، عقل جزئی داره رو میکنه به عقل کلی، میگه اگر هستی آیات رو نشون بده. آقای
ملکی ها میگه ثابتش بکنیم. میگم برادر، داستان عقل کلی ثابت کردنی نیست، عقل جزئی هم نمیتونی ثابت بکنی. و take it for granted، باید قبول کنی عقل هست. چی میخوای بگی از عقل؟ عقل همون استنتاج صغرا کبراست، همون استنتاج قیاسی استقلاییه، همون پروسه و پردازش حواسه، یا همون پروسه و پردازش حافظه است. عقل چیه؟ خب اونتولوژیش کجاست؟ آیا عقل مساویه با حرکت نورون های مغزه؟ آیا آگاهی و عقل همون حرکت نورون های مغز؟ شما به این معتقدی؟ خودتون میگی معتقد نیستم. تو همون صحبتی که با آقای باشی میکنی نظر متریالیستا رو رد میکنی. کجاست اون عقل شما؟ خب توجهتون رو جلب میخوام بکنم به این موضوع که نه عقل جزئی رو شما میتونید ثابت بکنید، باید ایمان بهش داشته باشید که فکر کنی با همین سغرا کبرا کردن ها شما میتونید پاسخ پیدا کنید. غلط این نقطه نظر. چرا؟ برای اینکه اساسا از اول این تفکر تکه پاره است. فکر میکنه با استنتاج صرف میتونه به حقیقت برسه. با استنتاج صرف ما هرگز به حقیقت نمیرسیم، برای اینکه حقیقت ملات میخواد. حقیقت یک نوع چی میخواد؟ یک نوع درک کانتکستوال و برخورد حضوری با واقعیت و حقیقت میخواد. اینه که ontoloژی هایدگری معنا میده. آقای ملکیان کمی تمایل داشته باشن با اون عینک خشک عقلی رو بردارن، یه مقدار از دنیای اثبات بیان بیرون به دسته بندی 1 2 3 4. اونایی که دوست دارن دسته بندی نکنن، فقط چیزایی هم که دوست ندارن دسته بندی کنن. یا بیان بیرون و با این تجربه بکنن. بحث ontoloژی هایدگری چیه؟ معتقده که اساساً آگاهی مشتق از ontoloژیه، از وضعیت بودنیه که در رابطه با هستی قابل درک میشه. اینو بحث استنتاجی نمیکنه، نمیگه ثابت کردم. کسی چون ادعایی تو پدیدارشناسی که نمیکنه که، میگه من برای شما اینو توصیف میکنم. شما میتونید به این توصیف گرایش پیدا بکنید، میتونید نکنید. کسی ثابت نمیکنه چیزی رو. بنده اگر 100 سالم بیام الان من برای شما بحث بکنم، نمیتونم خدا رو ثابت بکنم. کی میتونه خدا رو ثابت بکنه؟ اساسا تلاش برای اثبات خدا اتلاف وقته. به قول یه دکتر حکمت، خدایی رو که بشه ثابت کرد میشه رفت کرد، میشه رد کرد. عقل کلی رو که بشه ثابت کرد میشه رفت. پس آقای ملکیان عقل کلی چی؟ آقای دیباشی گفتن امر وجودیه، شما پاسخ به اون نمیدی. یعنی چه امر وجودیه؟ امر پیداشناسی، یعنی برخورد پیداشناسانه باش کرد، باید به آیاتش توجه کرد، مثل قرآن کریم. شما قرآن کریم هم با عقل جزئی نگاه کنی که نمیتونی ازش رابطه بگیری. چه رابطه؟ همچنین که نگرفتی، معتقد قرآن متناقضه و سخنرانی‌ها داری در این باره. آقای ملکیان عزیز نمیتونی بحث چی بهش، برای اینکه قلبت کور شده. البته منظورم به توهین نیست، بحث خود قرآنه. قلب بنده کور بوده. خود من تا سن 45 سالگی کور بودم. رو کردم به خداوند، میگم خدا اگر هستی، عقل جزئی رو کرده به عقل کلی، میگه عقل کلی اگر هستی من آیات نشون بده. عقل کلی اومده با یک ضربه منو بیهوش کرده. عقل جزئی منو تا 2 سال من حرف نمیزدم، تا 2 سال سکوت میکردم. نه اینکه کاملا سکوت، درس میدادم. ولی همسرم گفت چرا دیگه تو گفتگو نداری؟ میگم من حرفی ندارم برای زدن. من هرچی فکر میکردم از هم پاشیده. با یک ضربه عقل کلی این کار که ثابت کرد. چطور این کار کرد؟ تمام اون رابطه های علی معلولی، تفکری که من داشتم در رابطه با آینده گذشته که چجوری این همه چیده میشه، همه اینا رو گسیخت. مردی اومد به من میگه تو تا 45 سالگی، به من گفت تو 40 سال دیگه زندگی میکنه. خب ما گفتیم که خب حالا شاید. باور نکرد. همون مرد اومد گفت خرسی مردی رو خورد. فردا صبحش من رفتم همونجوری خدمتتون گفتم، بعد در شماره‌های مختلف عکساشو بهتون نشون دادم. من رفتم تو فورت تیهون و منو بردند تو فورت تیهون. خدا برد تو فورت تیهون که باران اومده بود به شدت، گلها ریزش کرد، گلها جاده رو بست، پلیس آمد، همه ما عاملیم و ما رو برد. و عامل چی؟ عامل خدا، ابزار خدا. ما رو برد به سمت فورت تیهون بالاجبار، الجبار.
برد به سمت فورتیون. بنده از ماشینم پیاده شدم، تراک وسایلمو زده بودم، دانشگاه رو ول کردم، دوره دکترا رو هم ول کرده بودم، برای اینکه در اون لحظه که آیات خدا رو خواستم، پیش از اون ده ها آیات دیگه بر من هجوم آورده بود که من رو کاملا در یک حالت بسیار عجیب و آشفته ای برد. ولی به این نتیجه رسیدم خدا هست و دیگه نمیتونم اون بحث سکولار و ایدئولوژی خدا زدا شده که داشتم دنبال میکردم رو، فلسفه و پیدارشناسی و منطقه سکولار رو صرفا با استنتاج بخوام پیش برم. یک اتفاقی افتاده برای من و اتفاقی که افتاد این بود که خداوند آیاتش رو من نشون داد. اینا شوخی نیست. من باور نمیکردم، من فکر نمیکردم اصلا چنین چیزی ممکنه. بعد من برد تو فورتیون سر قبر پتر لبه که من عکسشو گذاشتم، دیگه نمیخوام دوباره تکرار کنم که خرسی مردی رو خود. و بعد از اون برای 15 سال نور دارم من دریافت میکنم، گزارش میدم. شما میتونید باور نکنید از 15 سال بنده، و من اینا رو گفتم چون نمیخوام تکرار کنم، فقط دارم تکرارشو میگم، قبلا گفتم راجعش صحبت کردم. در هنگام نماز و ذکر وقتی که تمرکز دارم نور دریافت میکنم. ماهیتش از 3 سال پیش تغییر کرده، 1401. برای اینم صحبت کردم براتون چرا تغییر کرده، حالا بیشتر صحبت میکنم. در انتهای پوشش صوتی پیش و اپیزود قبلی و ویدئوی قبلی من خدمتتون عرض کردم که این تجربه کاملا در اون اپیزود من این رو ترک کردم که درک طبیعتگرای من رو منهدم کرد. درک طبیعتگرای من عقل جزئیه. عقل جزئی عقلی طبیعتگراست. عقل جزئی عقل طبیعتگراست. حالا انواع گوناگون داره، ممکنه پنساکیست باشه حتی، یعنی همه آگاهی باشه، معتقد باشه همه جهان آگاهی، یعنی ممکن همه جهان رو تبدیل بکنه به یک مفهوم طبیعی آگاه هستش. البته اون استدلال نمیتونه بکنه، عقل جزئی نمیتونه اینو ثابت بکنه، تلاشه. مثل آقای چالمرز و اینا تلاش میکنن در فلسفه. یا آقای تامس نگل معتقد به طبیعتگرایی غایتگرایانه است، برخلاف دیدگاه داروینی. نقد میکنه دیدگاه داروینی که غایتی وجود نداره. میگه طبیعتگراست ولی طبیعتگرایی رو معتقده که غایتگراست. بحث کردم در جلسه پیش، تکرار نمیخوام بکنم، که دیدگاه طبیعتگرایی ناگزیر عقل جزئی به دیدگاه طبیعتگرایی میرسه. برای اون نمیتونه بره، اگر بره از حدود عقل رد کرده. کانت اینو صحبت کرد. خب بنده رو کردم به خدا، میگم خدا اگر هستی من آورده، با چه طریقی؟ با نشان دادن آیاتش. کی؟ وقتی که رو کردم. چطور؟ وقتی که قلبم گشوده شد، وقتی که آمادگی شنیدن رو داشتم، وقتی که آمادگی دیدن رو داشتم. هر روز داره اتفاق میفته، ما کوریم. خدا میگه کور نیستی، قلبت کوره. قلب کوره. اگه میخوای عقل کلی رو بفهمی باید قلبتو باز بکنی. عقل جزئی وصل نمیشه برادر، باید قلب گشوده بشه. عقل جزئی وصل نمیشه. تا ابد بشین استنتاج بکن، به هیچ جا وصل نمیشی. خب این حرفا سنگینه برای عقل گرایی امثال آقای ملکیان. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی این کارا رو کرده، ما ازش خب این اصلا you're lost my brother. تو گم شدی. من گم بودم. من فقط با تو درست 180 درجه مخالف، از دو زاویه مختلف داریم میاییم. شما رفتی حوزه درس خوندی، بعد اومدی فلسفه اسلامی و اینا، همینجوری یه دفعه اومدی به سمت بیدینی. بنده درست نقطه مضادات شما بودم. همه عمرم بیدین بودم، در سن 45 سالگی اومدم به سمت دین. اینا حکمت داره، همش آیات الهیه. حرف من و شما آیات الهیه. من درد شما رو میفهمم، برای اینکه از اونجا آمدم، از این اقراق و گزاف و خرافه و به اصطلاح حرفایی که واقعا عقلانی نیست و نمیشه هیچ گونه هم براش اعتبار پدیدارشناسانه قائل شد. یعنی طرف یه حرفای گزافی میزنه در رابطه با نمیدونم امامان، یک حرفای گزافی میزنن که به اون تجربه زیسته و زیبایی که امامان دارن. آقای حسین انصاری توضیح میدن خیلی زیبا. حسن انصاری در دانشگاه
فکر کنم واشنگتن هستن اگه اشتباه نکنم، ایشون در تحقیق دارن میکنن و ایش به زیبایی با این کارش اصلا هیتش بحث تاریخ دینه. شما برمیگرده اون با یک دیدگاه بسیار زیبا و ژرف همین تجربه مقدس امامان ما رو نشون میده، امام امامان عزیز شیعه، ولی در خرافاتشو میتراشه. در این حال نه به اغراق میفته، نه به تفرید میفته، نه به افراد. ولی وقتی با خرافات مواجه میشیم خب طبیعیه که آقای ملکیان و بسیاری از جوانان ما که دنبال روی میکنن از آقای ملکیان و یا نمیکنن، اصلا خسته میشن از این همه خرافات، زده میشن به حالت افراطی از یک نهایت به یک نهایت دیگه شیفت بکنن. بنده همینجور بودم، ولی وقتی رو کردم به خدا فهمیدم در عدد از 45 سال که در آمریکا در دوره دکترای فلسفه، وقتی که به این نتیجه رسیدم که اون چیزی رو که الان جوانای ما دنبالش هستن با سر دارن به سمتش میرن، یا آقای ملکیان بهش رسیده که عقل صرفا میتونه خودش راه خودش پیدا بکنه، همون دیدگاه اتونوموس سابجکت مدرنیسم رو، یعنی فاعل خود مختار یا فاعل خدایین مدرنیسم رو داره تبلیغ میکنه. خب من رسیدم که جواب نمیده برادر، رسیدم جواب نمیده، رو کردم به خدا میگم خدا جواب نمیده. حالا اینکه چطور رسیدم، من کتاب چاپ کردم، چاپ میشه انشالله، سخنرانی خواهم کرد، سخنرانی کردم، 10 سخنرانی دارم انشالله همینا چاپ میشه. مطلب نوشتم، همین جلسات اپیزودهای مردی خرسی مردی رو هم خورد و اینا، همه اینا رو انشالله دوباره من تکرار بحث میکنم. اما فعلا فقط میخوام یه نکته رو به خدمتتون بگم. وقتی رو به خدا کردم، خدا با یک حرکت عقل کلی رو من نشون داد، عقل جزئی من پاشید از هم. من وارد سکوت شدم برای 2 سال، نمیتونستم جمع کنم. برای چی؟ برای اینکه عقل جزئی خودش عقل ایمانیه. عقل جزئی نداریم ما. عقل جزئی بر اساس مفروضات ایمانیشه. یکیش طبیعت گراییه، فقط طبیعته، در خدا در طبیعت نیست. خب اگه بگه من عقلگرام و معتقدم خدا در طبیعت هست، میگم خب تو این اصل موضوع رو کجا قبول کردی؟ میگه نه، من این اصل موضوع منه، من روی این موضوع میخوام حالا به جهان نگاه کنم. بسیار زیبا، من مخالفتی ندارم با این، ولی دیگه آقای ملکی یعنی عقل جزئیه. عقل جزئی چیه؟ خب حالا توجهتون رو میخوام جلب بکنم، با یک حرکت عقل کلی خودش رو به من نشون داده. این ثابت کردن نیست، این بیشتر از ثابت کردنه. این علم حضوری، علم لدنی، علمیه که تو باش مواجه میشی. تا قبل از اون من حتی باور نداشتم چنین چیزی ممکنه. این یه مسئله ایمانیه. چرا؟ برای که وقتی باور نداری یعنی میگی نیست، امکان نداره، نمیگی شاید باشه، میگی اصلا نیست، امکان نداره. بیدینا اینجوری حرف میزنن دیگه. عقلگرایانی که میگن ما بدون با عقل صرف خودمون میتونیم همه حقایق زندگی رو بفهمیم و معنا رو بفهمیم و امر اخلاقی رو بفهمیم، این براشون یه امر ایمانیه، امر عقلانی نیستش. که عقل چنین حرفایی نمیتونه بزنه. عقل کجا به این نتیجه میرسه؟ عقل نمیتونه چیزی رو ثابت کنه که. بله، میگه عقل در دومین و تجربه سکولار، یعنی تجربه نورمالایزد، تجربه هنجاری شده، این حرفا رو میزنه. اگر همون عقل مثل عقل من در مقابل خدا یه دفعه ناک داون بشه، بیفته زمین رو زانوهاش، این حرفا رو نمیزنه دیگه برادر. ویتگنشتاین در صحبت‌های دوران متوسطش، نه دوران اخیرش قبل از مرگش، یعنی قبل از philosophical investigations، قبل از تحقیقات فلسفیش، یه مقاله داره در مورد اخلاق که واقعا خنده‌دار وقتی بخونیم، یعنی چیز laughing stock. این نشون دهنده یه آدم هنجاری نورمالایزدیه. یکی دو تا تجربه عرفانی هم داشته با اینکه خودش، یعنی در دوره جنگ، در دوره در جنگ جهانی اول در سپاه اتریش وارد جنگ شده، به عنوان سرباز خودش رفته اونجا شرکت کرده و یک احساس تجربه عرفانی داشته که همیشه احساس سیف بودن و امن بودن میکرده. میگه من همیشه احساس میکردم که سیف و امن هستم و این تجربه عرفانی به شدت تکانش داده و امنش هم کرده. بعد که میاد برمیگرده به آکسفورد برای اینکه تحقیقاتش ادامه بده، به نقد خود این تجربه ای که خودش داشته میپردازه، برای اینکه فکر میکنه عقل جزئی بایستی همه چیز رو پنبه همه چی رو بزنه. و بعد میگه که اگر همین الان من با در میان این سخنران عزیزانی که مقابل من نشستن، من دارم سخنرانی درباره اخلاق میکنم
که میخواد نشون بده که اخلاق بنیان نداره بر اساس عقل جزئی. بخوام این ادعا رو بکنم یکی از شما ناگهان سرتون به یک شیر تبدیل بشه، ممکنه من تعجب بکنم، ولی عقل جزئی رضایت نمیده که این معجزه است. که عقل جزئی چیکار میکنه؟ میگه اگه بتونم سرتون میبرم میارم زیرش تو اتاق تشریح نگاه میکنم چه اتفاقی افتاد که سرت شد یه دفعه سر شیر. بنابراین امکان معجزه رو نفی میکنه. میگه بر اساس عقل جزئی معجزه معنا نداره. ببین بحث ایمان ها، تو از کجا میگه معجزه معنا نداره؟ میگه برای اینکه عقل جزئی چنین چیزی رو نمیپذیره. خب چرا نمیپذیره؟ همونجوری که معتقد اخلاق امکان نداره، اخلاق دینی، اخلاق مطلق، اخلاق نسبی، اخلاق عملی. چرا؟ برای اخلاقی که ما رو وصل بکنه به کهکشان ها، به کosmos، به هستی، معنا نداره که. این بحث سکولار، بحث عقل جزئیه. عقل جزئی که ما رو وصل میتونه بکنه به امر هستی. ما زیر مجموعه مرگیم بر اساس عقل جزئی. کهکشان ها مرده است یا بی تفاوته یا ما نمیدونیم، اگنوستیکیم. رابطه ما با این کهکشان ها که قابل توضیح استنتاجی استقرایی نیستش که عزیز، یا قیاسی. خب ببین این نوع نگاه، برای اینکه این طرف قلبش گشوده نشده. تو 100 سال بشین گفتید که نشتن صحبت کنه سر این موضوع. کسی که قلبش گشوده نشده باشه وقتی میرسه یه کسی بهش میگه که آقا خرسی مردی را خورد، بعد میبردش سر قبر پتر لبک، این متحول نمیشه که. همه اینا چانس ایونتن، بر اساس استاتستیکس و احتمالات میتونن پاسخ بگیرن. تو قلبت گشوده نشه همیشه میتونی رد بکنی هر تجربه. ولی برای من که تو کانتکستش هستم، رو کردم، وارد گفتگو شدم، پاسخ گرفتم. شنیدن خودش یک نوع پاسخ دادن. شنیدم یا پاسخ دادم و پاسخ گرفتم. برای من اینجوری نیستش که آقا تو سر تبدیل شده به شیر، من با تعجب میکنم بعد قطعش میکنم میذارم زیر میکروسکوپ. اصلا مسئله اینجوری نیست. من چیو میخوام بذارم زیر میکروسکوپ؟ اینجا کیو میخوام بذارم زیر میکروسکوپ؟ جمله خرسی مردی را خورد و من 5 سال روش فکر میکردم نمیفهمیدم اصلا معنیش چیه. تو فهمیدم اون خرس شیطانه، اون مرد منم. خب حالا چی میخوام بگم عزیز؟ میخوام اینو بگم که بعد چی؟ بعد 15 سال بنده دارم نور دریافت میکنم با خواندن قرآن و ذکر و نور دریافت میکنم. به شگفت انگیز این تجربه، من تا 50 سالگی این تجربه نداشتم. خب چیکار میخواید بکنید؟ شما میخواید بدن من تشکیل کنید، بیاید مغز من بدن من تشکیل. شما فکر کنید پاسخ میتونید بدید؟ همونجوری که نمیتونید به تجربه بودایی پاسخ بدید. تجربه بودایی مغزشون رو زیر الکترودهایی گذاشتن و تست کردن در لحظه مدیتیشن، های مدیتیشن که دارن، دیدن که گاما ری های اینا به شکل بسیار شدیدی هماهنگ میشن. خب بسیار عالی. معلول رو جای علت میگیرند. خب گاما ری های اینا در مغزشون هماهنگ بشن. تو مغز رو از اول گذاشتی مرجع این که تجربه بودایی رو بفهمی، در صورتی که تحول توی مغز معلوله، برخلاف اون چیزی که شما فکر می‌کنید. چون ایمان به این داری که متریالیستی فیزیکالیستی این حرفو میزنی. من ایمان به فیزیکالیسم و متریالیسم تو ندارم. ایمانیه داستان تو، ایمان داستان منم ایمانیه. اتفاقا اینه بحث جوابی که با آقای ملکی آمد بدیم، داستان ایمانه برادر. ایمان چیه؟ ایمان که اثبات نمیتونه بکنه، که عقل جزئی نمیتونه ایمان رو اثبات بکنه. چجوری میخوای ایمان اثبات بکنه؟ عقل جزئی در مقابل ایمان فرو میفته، میشکنه، از هم میپاشه، میفته پایین. مثل من که کلاه عقل از سرم افتاد. آیا عقل از بین رفت؟ نه، همون عقل جزئیه ولی متحول میشه. یعنی از اون پیشفرض‌های ایمانی قبلی سکولار خودش دور میشه. از پیشفرض‌های سکولار قبلی طبیعتگرای خودش میشکنه، دور میشه. بعد وارد یک فیز دیگه میشه، گشوده میشه به چیز دیگه. این فقط عقل نیست، این اسپریته، این همه حس بودنه، این وضعیت بودنه، این قلبه. قلب من یه دفعه به یک سمت دیگه گشوده شد، به امید گشوده شد، به هستی گشوده شد، به امکان وجود خدا گشوده شد. معنا داد به هستی من، معنا داد به هر چیزی که هست.
بدون اون ما در پوچگرایی، ازمهلال، ازمهلالیم، در اطرافی و انترافی و نابودی هستیم، در خودخواهی و لذت و خیالهای واهی هستیم، وهم این دنیا بدون خدا. خب شما توجه بکنید، کلاه عقل از سر بنده افتاده، بعد 15 سال دارم نور دریافت میکنم در هر ذکر نماز که میخونم، رو کردم به خدا. اینا چجوری میخوای شما توضیح بدید؟ با گاماره ای؟ هر چیز که زیر تیغ جراحی شما نیاد وجود نداره. عقل جزئی نمیتونه چون ثابتش بکنه پس وجود نداره. عقل کلی رو توجه بکنید. تعریف آقای دهباشی چی بود؟ میگه امر وجودی، امر فقط انتزاعی نیست. بعد کسی توجه نمیکنه به حرف ایشون. اشکالی که فقط آقای دهباشی داره، میگه اینو فلاسفه گفتن، خودش تجربه حضوری نداره ازش، یا حداقل بیان نمیکنه. دارم از یه تجربه حضوری صحبت میکنه، وارد هرمنیوتیک معینی هم میشه، ناگزیره. یعنی داره یک انسجام منطقیه، انسجام بیانیه، انسجام دیسکرسیوه، سخنمانیه، ولی برمیگرده به یک تجربه پیداشناسانه. یعنی برایش تئوری رو تحمیل نمیکنه، سعی میکنه که بذاره خودش رو نشان بده، بعد وارد توصیف تجربه ایمان میشه و اینو توصیف میکنه که ثابت هم نمیتونه بکنه. واردش شد، یا شما گوش میکنید تمایل پیدا میکنید یا نمیکنید. کسی نمیشه واردار کرد، کسی نمیشه چیزی رو نمیشه ثابت کرد. خب در انتهای جلسه پیش بنده گفتم که خداوند از 3 سال پیش منو یه دفعه به یه جنبه دیگه متوجه کرده، از سال 1401 که الان 1403، حدود 2 سال. و به من یک دفعه، من از اون خواب خرگوشی که من نور دارم دریافت میکنم، بنابراین خیلی آدم متمایزی هم و برگزیدم و فلا اینا، بیدار کرد و به من گفتش که قیامت منو به من نشان داد. الله اکبر. خیلی دردآوره، خیلی هم شیرینه، دردآور و سخت و ترسناک و شیرین. چرا شیرین؟ برای اینکه خدایا شکر برای این ناچیز منت گذاشتی، به هر دلیلی که خودت بهتر از همه میدونی، که بهش قیامتش رو قبل از مرگش نشان بدی. بنده هیچ شکی در وجود خداوند و فرشته ها و شیاطین ندارم، هیچ شکی ندارم. اینا رو مفصل نوشتم، منطقی، مستحکم، منسجم، روایی، ثابت نمی کنم، تصویر میکنم. شما باید خودت بسنجید، با قرآن میسنجمش، با قرآن خانی که خداوند منو بهش هدایت کرده. من که اهل قرآن نبودم، میسنجمش با تجربه زیسته، میسنجمش با پیداشناسی اون اتفاقات. و که تجربیات که میگم اینجا، تجربه به معنی تجربه کردنی که ما بریم فیلم ببینیم نیست. این حرف هایدگر رد میکنه. اینجا ارفارنه، not erleben. بحث ارفارن بحث erleben نیست، بحث تجربه کردن. معنی که مثلا من این شربت رو بخورم مزه‌اش چیه نیست. این تجربه اونتولوژیکال، اگزیستانسیال، تجربه بنیادین، فاندیشنال. شما اگه خدا رو تجربه بکنید، تجربه خوردن یه شربت یا رفتن سینما نیست، تجربه بنیادینه. ما داریم از این تجربه صحبت میکنیم. و بعد خدا از 2 3 سال پیش من میگه که منو وارد این قیامت کرده، در آخر پوشه آخر صوتی، آخر 16 شماره 15 بیان کردم اینو، که خدا من میگه که تو به شیطان تمایل داری. ببین منو برده اونجا، عقل کلی عزیز آقای زمردی گرامی، عقل کلی منو برده توی وضعیت علم حضوری، حس منو به من نشان داده که من مشاهده میکنم، مشاهده با چشمم دیگه نمیکنم، یعنی تمام وجودی مشاهده میکنم، قلبی مشاهده میکنم که من منفعلم در مقابل شیطان. خیلی دارم تکان دهنده بود. عقل جزئی میگفت این بده، این آتروفیه، این انتروپیه، این کیاس، آشوب، ویرانیه، فحشاست، ضد اخلاقی، ظلم، عدم عدالت، همه اینا. عقل کلی من میگه که این حرفی که تو میزنی حرفه. الله اکبر، الله اکبر. عقل جزئی به عقل کلی میگه الله اکبر، الله اکبر. این معنی ایمانه، این معنی اثباته.
اثبات. الله اکبر. حالا اینو من بیشتر روش میخوام صحبت کنم. یعنی عقل جزئی رو رو خداوند گذاشته کنار، میگه بیا قلبت من بهت نشون میدم. عقل چیه؟ تو 2 ساعت ده ها صفحه مطلب نوشتی بر علیه شیطان و نوشتم انشاءالله چاپ میشه. من به مرور زمان با ترتیب زمانی میخوام اینا رو چاپ بشه، برای اینکه من فکر کنم این سلوک برای مهمه تماشا بشه و خوانده بشه. میگه تو نوشتی عقل جزئی تو اومده تجارب رو نوشته، حتی پیداشناسی کردی، ولی قلبت به سمت اون بوده. الله اکبر. عقل کلی داره من میگه. من اصلا نمیفهمم این چیه. بعد بسیار تکان دهنده است، بسیار دردآوره. در سوره زمل، به من قرآن رو من اینجوری یاد میده خداوند، به منو نشون میده، بعد منو میبره تو قیامت خودم، بعد قرآن رو میفهمم. در سوره زمل آیه 47، سوره زمر، خداوند میفرماید اگر هر آنچه در زمین است و همانند آن از آن ستمگران باشد، آن را در برابر سهمگینی عذاب در روز قیامت بلاگردان کنند. و این قسمت رو توجه کنید: و از سوی خداوند چیزی که حسابش را نمی کردند بر آنان آشکار شود. چیزی که عقل جزئی آنها حساب نمی کرد و از طرف عقل کلی بر آنان آشکار شود. و بدأ لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. و بدأ لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. اینو با آقای ملکیان نشون بدید. و بدأ لهم ثابت میکنه، آشکار میکنه. این ثابت کردن استنتاجی سقرا کبرا یه عقل سکولار نیست. از پیش خدا رو از طبیعت و زندگی بیرون کرده، از پیش نورمالایز هنجاری شده. افتخارم میکنه که ما همه نشستیم با هم دیگه داریم دنیا رو سیاه‌سفید میبینیم، دنیا بنابراین سیاه‌سفیده. و بعد لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون. بر آنها چیزی رو آشکار میکنه که حسابش رو نمیکردن. الله اکبر. اینو الان میفهمم. 100 بار من این رو میخوندم آقای، با عقل جزئی خودم 100 بار اگه میخوندم نمیفهمیدم میشه چی. وقتی خداوند یه قلب من شده، عقل کلی اومده، عقل جزئی من شکسته، میگه ببین تو قلب تو گرایش به شیطانه. چرا؟ حالا ببین درس، ببین زیبایی کار خدا، حکمت خدا زیباست، حکمت خداوند زیباست. دوباره آیه بعدی رو هم بخونم، اینم زیباست. و بدأ لهم سیئات ما کسبوا و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون. و بدأ لهم سیئات، بدی ها، ما کسبوا که کسب کردن، و حاق بهم محیط میشه بهشون، ما کانوا به یستهزئون که مسخره میکردن. عقل جزئیشون مسخره میکرد. عقل جزئی مسخره میکرد اون بدی هایی رو که پنهان کرده بودنشون بهشون آشکار میکنه و بهشون محیط میشه. این محیط شدن، این چه بحث عجیبیه. بده خود اون بدیه محیط میشه. خب شما در نظر بگیر این سوره بسیار تکان دهنده است، ولی من قبل از اینکه این تحول معنوی در من صورت بگیره اصلا نمیتونستم بفهمم. عقل جزئی من نمیتونست حتی گوش بکنه بهش، قادر شنیدن نبود. عقل جزئی من قادر به شنیدن این مطلب نبود. فقط با تکانه خداونده منو برده، علم حضوری منو برده اونجا و خدا بحث با من نکرده. گفت ببین همه این حرفا که میزنی تو قرآن که میخونی، بعد از اینکه 15 سال من به تو نور دادم، تو پوزخند میزنی هنوز. یعنی شیطان تو رو تحریکت میکنه. میگم خب آخه این من هنوز از گذشته، میگه گذشتته. درست طرف چپ بدن من انگار به سمت گذشته من تنظیم شده، یک مزیحی که میتونه بخنده به همچنان. میگه تو در مقابل امر الهی، امر قدسی، من به تو آیات نشون دادم، شیطان تو رو تحریکت میکنه برای اینکه گرایش داری بهش. میگه از کجا آمده؟ پاسخ داده همین رو قرآن به من پاسخ داده. میگه همونجوری گفتم کسبو، آن چیزی رو که تو کسب کردی برات محیط شده. چی کسب کردم؟ بعد 45 سال بیدین بودم، ضد دین بودم،
همین حرفای عقل جزئی رو میزدم که با عقل جزئی عقل کلی رو نمیشه ثابت کرد. عقل کلی اصلا وجود نداره. اینا همه حرف کشکه. و بعد فاسق بحث کردم. فسق به معنی ریشه کلمه یعنی اون کسی که از اصل خودش، از جایگاه خودش خارج شده. اصل جایگاه من کجاست؟ باور نداشتم خدایی هست که باید بهش تسلیم شد. بنابراین من تاقی بودم، تقیان بودم. من در تقیان بودم و بعد لهم و بر من آشکار شد اون چیزی رو که حساب نمی کردم. تقیان من بر من آشکار شد که چیه؟ که شیطان گرش داره و تاقی. در سوره بقره خداوند چی میگه؟ میگه راه رشد از راه قی یعنی هلاک. مشخصه اون کس که به سمت طاغوت بره به تاریکی فرو میره و اون کس که به سمت خداوند میره به روشنی به روشنی وارد میشه. و تاقی بودم، طغیان میکردم. از این نظر من به شیطان گرایش داشتم. با اینکه آیات خدا رو هم دیده بودم، 15 سالم نور دریافت کرده بودم، به خاطر اینکه اون چیزی که کشف کرده بودم همچنان قوی بود، در من کبر و فسق وجود داشت و داره هنوز. حالا انشاءالله کم شد. خب شما فکر میکنید که حالا من چون اینا رو گفتم من آمدن بعدی هم دیگه، من شما نباید به حرف من گوش کنید. من که من به شما گفتم خدا من گفته که تو به شیطان گرش داری. خب بحث من اینه، خداوند داره یه نمونه یه کسی رو که رو کرده بهش، تو دستشو گرفته بهش داره خودشو نشون میده و شاید از طریق این خود من رو به من نشان داده درمانی برای من پیدا بشه. شاید درمانی هم برای شما پیدا بشه. شاید ان این باشه. ان تازه عاقبت من معلوم نیست. تا زمانی که من با این طاغوت درونم، تا زمانی که با طغیان درونم، تا زمانی که با فسق درونم معامله نکنم، خودم رو وحدانی نکنم. یک خدا، یعنی قلب باید همه برای اون خدا باشه، نه یه بخشش بره برای شیطان، نه یه بخشش بره برای طاقت طغیان. حالا ممکنه شما بگید من که به شیطان اعتقاد ندارم. خب منم نداشتم. تاقی بودن همون تمایل به شیطانه. وقتی که شیطان اعتقاد نداشته بودم هم داشتم تا کار شیطان رو میکردم. به قول مولوی میگه فلسفی، دیو را منکر شود در همان دم سخره دیوی بود. بنده دیو رو منکر میشدم، شیطان منکر میشدم. من در همون لحظه خدا داره من نشون داده، داره به من میگه که ببین قلبت به اون سمت داره میره. الله اکبر. میبینم داره میره. اصلا هی دارم سعی میکنم خودم جدا کنم. میگم این چیه دیگه؟ what the hell is this؟ بعد میگه اون چیزی که کسب کردی، تو تقیان رو کسب کردی، تو فاسق بودی، فس داشتی، از جایگاه خود خارج شدی. جایگاه من چی بوده عزیز؟ اینا رو همه خدا من نشون داده. من که اهل این حرفا نبودم. جایگاه من تسلیم به خداست. من نمیتونستم قلبمو تسلیم به خدا کنم مگه من فاسق بودم. جایگاه من، فطرت من تسلیم شدن به خداست. ولی چون فاسق بودم گرایشی از تاریکی و گذشته منو به خودش میکشه. خدا داره من هدایت میکنه از اونجا بیاره به سمت نور. عقل کلی داره عقل جزئی من از تاریکی میکشه به سمت نور. اینجوری ثابت کرده. ثابت برای من 20 ساله ثابت کرده که عقل کلی هست. حتی اگه برام ثابتم شده باشه هنوز قلب من آمادگی کامل اینو من پیدا نکرده بوده. هنوزم شاید نکرده باشه. تا یه حدی فکر کنم بهتر شده ولی هنوز نکرده کاملا که بیاد به سمت نور و امر وحدانی، یکتایی، یگانگی رو بهش برسه. یگانگی، بیگانه بره بیرون، شیطان بره بیرون، طغیان بره بیرون و برگرده و وصل بشه و یکی بشه. بنده یه تجربه رو خداوند به من منت گذاشته، من میبره تو نور برای اینکه به من حسی از نور داشته باشم تا تشویق بشم به سمتش برم. همین چند روز پیش در پایان نماز شب، در اوج استیصال و گریه، در تمنا و استغاثه و زجر، در زیر همزات شیطانی که میبارید از همه طرف و نعمت الهی و ملائکه در حال کمک من بودن، خدا به من گفت بیا این نور وارد شو. یک لحظه من وارد این نور شدم. ببینید این چیزیه که من میخوام خدمتتون بگم. توصیفه، اثبات نیست. من حتی نمیتونم توصیفش کنم به صورت کامل.
گفت بیا وارد نور شو. من وارد نور که شدم چی رو حس کردم؟ تسلیم. چطور میتونم اینو برای شما توصیف کنم؟ تسلیم به عقل کل شدن یعنی چی؟ من اسم حسنای سلام رو حس کردم، در اونجا بودم. اسم حسنا اسم خداوند ها. دارالسلام، خداوند بهش میگه دارالسلام. میگه وقتی که به قلب مطمئنه برسید، من میگم ادخل وارد بهشت من بشید. بهشت من. خب، و میگه وارد بهشت من بشید. بهشت من، اینو توجه بکنید. یعنی اون بهشت، بهشت صرفا جدا از خدا نیست، اون بهشت خداست، بهشت خداییه. بهشت خدایی چیه؟ اصل تسلیمه. تسلیم خودش بهشته، نه ابزاری برای رسیدن به بهشت. اینو به من خدا نشون داد. الله اکبر. به من نشون داد. اینا بحث کتابی نیست، من ثابت نمیتونم بکنم. برد منو اونجا، همونجوری که منو برد نشون داد تمایلمو به شیطان. برد منو اونجا، گفت ببین این بهش میگن خدا. تسلیم به خدا خودش بهشته، نه اینکه تو تسلیم بشی برای که بری تو بهشت. چیه وضعیت بودنش؟ چیزی که به من نشون داد بسیار زیبا، بسیار والا، قابل بیان نیست. در آرامش مطلق، در سلامت مطلق، در بسیار اسمت مطلق. و این صفت خداست. سبحان الله که میگیم یعنی همین. یعنی خداوند مثل یک کودک پاکه. و کودک هم حتی اندازه خدا پاک نیست. مثال فقط میزنم اینکه حرفمو بفهم. چرا من به خدا میگم خدا یا کودکی منو به من بده، پاکی منو به من بده؟ من از این لجن وجود خودم خسته شدم، از اینکه به شیطان کشیده بشه. الله اکبر، خدای استغفر الله. از اینکه به طغیان کشیده بشه، از این که به دنبال فسق بره، دنبال فحشا بره، دنبال طغیان بر علیه خدا بره. طغیان بر علیه خدا الان من میفهمم، یعنی خستر انفسهم، من خودم به نفس خودم خیانت میکنم. این خود آزاری، خود ویرانیه، یه نوع بیماریه. مثلا میگه قلوب مریضن، خدا میگه قلب مریض. قلب بنده مریض بوده، مریض بوده، بیمار بوده. بر نفس خودم خنجر بر خویش میزنم، سرگرم به خود زخم زدن در همه عمرم. جز این دست مرا جز این مشغله ای نیست، به قول آهنگ داریوش. سرگرم به خیش زخم، به خود زخم زدن در همه عمرم. این بیماری جهنم دوزخه. یک نوع خدازاریه، یه نوع به اصطلاح لذت بیمارگونه توشه، به لذت فاسد. این تباهی و تیرگی شیطانی که تق تو ایجاد میکنه تو محیط اطرافش و جذب میکنه اونهایی که طاغی هستن. و طاغی میشه ولی اونها. و اون دیگه جایی که پیش خدا نداره، که تسلیم نیستش. که خدا میگه تسلیم شو، تسلیم من شو. تسلیم من بشی. من میبینم هی دارم کشاکش میکنم از شیطان جدا بشم. هر دفعه من فکر کنم جدا شدم، باز خدا من نشون میده نه ببین یه خورده اینجا گرایش داری. باز دوباره شروع کنم استدلال کردن، نه به این دلیل باید تسلیم شد، به اون دلیل باید تسلیم شد، نه به خاطر این بایستی با شیطان مقاومت کرد، نه به خاطر این. همه این بحث های عقل جزئی رو دارم باز به کار میبرم، با اینکه در خدمت عقل کلی ام. حضور شیطان رو تجربه میکنم، ملائک رو تجربه میکنم، خدا رو تجربه میکنم. با این همه هی دارم در کشاکشم که به خودم اثبات کنم. به من داره میگه ببین تسلیم شو. تسلیم شو. تسلیم شدن خودش بهشته، نه اینکه بر وسیله برای رسیدن به بهشته. تسلیم شو به خود زندگی، به حی و قیوم. چرا؟ ببین توجه بکنی. چرا من هر دفعه فکر کردم تمام شده دیگه، من من به طرف شیطان میلی ندارم، باز پام لغزیده، احساس کنم یه خورده اینجاست یه خورده اونجاست. بعد میاد از طریق همون میل من که با بخشی از طغیان که من کسب کردم هستش، میاد چیکار میکنه؟
الان منو به عهده میگیره، منو وارد قبح خودش میکنه. چطور این کارو میکنه؟ برای که تسلیم نیستم. خدا میگه تسلیم شو. چی تسلیم بشه؟ میگه عقل جزئی تو تسلیم من کن. برای اینکه عقل جزئی رو تسلیم بکنم، هی استدلال میارن. آقای ملکیان، دارم هم استدلال. من برای اینکه شواهدش دیدم. حالا شما اگه معتقد نیستید، من معتقدم، دیدم. نه اینکه اعتقاد نیست، باور نیست، پروپوزیشنال کانتنت نیست. پروپوزیشنال کانتنت هاش هم از تجربه زیسته اومده، از علم حضوری اومده، از واقعیت روبرو شدن اومده، از بررسی منطقی تجربه اومده در طول 20 سال. ببین اینو میگه. این خیلی برام هی با اینکه میگیم ولی حس کردنش سنگین، فهمیدنش، وجود کردنش ساده نیست. منو برد تو تسلیم و نور و نشان داد. در اون لحظه من الامانی شیطانی نداشتم، وارد اسمت شده بودم. کودکی من بر من آشکار شده بود، قلب من آرام بود، بدنم سالم شده بود، تمام دردها از بین رفته بود و احساس میکردم خود خدا رو دارم تجربه میکنم. یکی از صفاتش، نه که خدا شدم، صفات خدا رو دارم تجربه میکنم. صفات سلام خدا. کلمه سلام در نام خداونده، یعنی سلامت میده. سلامت، سلام، معنی تسلیم میده، تسلیم شدن، تسلیم. معنی صلح میده، آرامش. اسم بهشته، دارالسلام، خانه سلامت، نام حسنای خداست. تسلیم شو. بعد این قلبه نمیتونه تسلیم بشه. قلب من نمیتونست تسلیم بشه. هی داره کش و کش میکنه. چرا؟ برای اینکه اون چیزی که کسب کرده، اون طغیان، فسق، میکشدش به سمت شیطان. یا خداوند میگه که تو بایستی تسلیم بشی، برای اینکه تو با استدلال کردی. استدلال بی جایز، بی معنا نیست. آموزش های استدلالی، پدیدارشناسی، بس کردن نقطه ها به هم دیگه، کشیدن خط، ترسیم کردن جاده، رسیدن راه، بر ارزیابی همه اون حس ها و احوالی که در طول 20 سال اخیر به شدت بر من وارد شده. اینا ثبت شده، خدا رو شکر، ان چاپ میشه همش. تو همه اینا رو با شکل دیسکرسی و سخنوان نوشتی، بحث کردی، همه اینا رو ضبط کردی، نقاط رو هم چسبوندی، استقلال کرد، استنتاج کردی، از مقدمات رسیدی به نتایج. ساختار منطقی داره حرفت. توصیفی کارت این نیستش که چیزی رو ثابت بکنی. هدف این نیست، ثابتی نیست، چیزی رو ثابت نمیشه کرد. تو توصیف داری میکنی ولی یک دیسکرس منطقی، یعنی سر ته داره، سقراط کبراش من میچسبه، انسجام داره، کوهیرنته. با این همه میگه، ببین توجه بکنید، نکته اینجا پاسخ آخر من به آقای زمردیه. میگه تو بایستی بعد از همه اینها که کار عقل جزئیه، اما عقل جزئی صرفا نمیتونه اون برسه. اونجایی هستش که دیگه تو ویتگنشتاین و بحث لاجیکال و صرفا لاجیک عقل سکولار رو که تو هیچ وقت نمیخوای تسلیم بشی رو میذاری کنار. تسلیم میشی به حقایق و واقعیت هایی رو که عقل کلی بر تو ورود کرده، مانند صاعقه. همه اینها رو پذیرفتی، ولی با این همه در تحول قلبی که به سمت خداوند داری پیدا میکنی، هنوز تسلیم نشدی. در نقطه تسلیم که بعد از همه این کارهای عقل جزئیه، عقل جزئی تو وارد تحول میشه که ایمانیه. اهل تحول ایمانیه. اون تحول ایمانی قلبیه. واسه همین در قرآن کریم تفقهون، درک قلبی و فهم قلبی مهمتره. و فهم قلبی چیه؟ میخوام اینو توجهتون رو جلب کنم. فهم قلبی که خدا میگه تسلیم شو، میگه که تو، هی بهت میگم، به شیطان گرایش داری، تو باید طغیانت رو رها کنی، تو گرایشت از بین بره. میگم چجوری طغیان رو رها بکنم؟ من دلایل زیادی دارم که نباید از شیطان پیروی کرد. میگه تو آخرین دلیلت اینه که تو در مقابل خداوند حی قیوم ایستادی، نشستی، سجده میکنی و بعد همه وجودت بهش تسلیم نیست. تو عقلت رو میخوای، با عقلت میخوای به خدا تسلیم بشی، نمیتونی. عقل تو رو آورده در آستانه ابدیت. اونجاست که قلبت باید تسلیم بشه، یعنی باید سرتو ببری. در سنت مسیحی بهش میگن سفالوفرز. سفالوفرز ها اون قدیس هایی بودن که سرشون قطع شد، بعد سرشون رو گذاشتن زیر بغلشون، رفتن به سمت قبرشون.
حالا اسطوره است و خیلی اسمای زیادی هست، حتی اسم دارن، تاریخ دارن در سنت مسیح. سفالوفوز یعنی سرکنده ها. میگه تو سرتو باید قطع کنی و بیای به سمت من. یعنی چی؟ سر رو بیرون عقل جزئی رو بیرون نمیریزه. توجه بکنید. عقل جزئی عقلی که داره میاندیشه وارد تحولی میشه. این عقل اگر با قلب جوش نخوره و اگر با اون تحول ایمانی جوش نخوره، سرخم باید بکنه در قبول خداوند. و اون سرخم کردن وجودی، این امر یگانگی وجودیه که آرامش میرسه، تسلیم میشه، بدنش آرام میشه، حسش آرام میشه، فکرش آرام میشه، تازه میتونه فکر کنه، تازه عقلش تازه باز میشه. دیگه دائما از طرف شیطان تحریک نمیشه، به سمت شیطان تمایل پیدا نمیکنه، آزاد میشه. عقلش آزاد میشه. با ایمان عقلش آزاد میشه. میگه باید تسلیم بشه قلبت. به کی؟ به حی القیوم، به خدای زنده و پاینده، اون کسی که تو رو خلق کرد، فطرت تو رو به وجود آورده. در فطرت فترنی، من رو خلق کرده، فترنی. میگه به اون باید تسلیم بشی. یعنی چی؟ یعنی اگه بهت میگه که شیطان دشمن توه، تو دنبال دیگه بعد از این همه استدلال نمیگه نکن. این همه به قرآن کریم دائم داره استدلال میکنه، شواهد میاره، بحث میکنه. اگه میخواست بگه آقا جون دو تا جمله مینوشت میگفت تسلیم من بشه تمام بشه رفت دیگه. تسلیمش همش با شواهد، با دلایل، با ادله است، با دلجویی، با اندرز، با موعظه است، با برانگیختن قلب هاست، با برانگیختن حس هاست، با برانگیختن ترس هاست. ببینید مسئله اینه، میگه تسلیم من شو. برای اینکه از دو دریچه من بایستی تسلیم بشم. اون دریچه دیگه عقل جزئی نمیتونه ورودش بکنه، عقل سکولاری که خدا زدایی کرده. یکی از ترس، یعنی وحشت قیامت، یوم الدین، که تو در اون لحظه تسلیم خواهی شد، چه بخوای چه نخواهی. ترس، خشوع، وحشت، مشفقون. کلمه مشفقون در قرآن کریم سه تا، من اسم خودم گذاشتم مشفقون، یعنی ترسیده ها، ترسنده ها، اونهایی که ترسیدن. معنی شفق میده، معنی نزدیکی غروب میده، معنی مشفق بودن میده، معنی دلسوزی، و معنی ترسیدن. میگه بترس از اون لحظه، تسلیم شو. وقتی بهت میگم شیطان دشمن توه، طغیان نکن بر علیه خداوند، تسلیم شو، بلکه به دوزخ میری. تو باید میشینی برای من استدلال میکنی. من به تو میگی که آقا اون چیزی که تو کسب کردی، گذشتت این بوده، کسب کردی، اسیان رو کسب کردی، اسیان رو بشو، تسلیم خداوند شو. پروسه تو اینه، در با ذکر، با نماز، با عمل صالح، با نماز شب، با گریه اشکها، با تسبیح خداوند هر روز، پاک کن این لجن رو از خودت و تسلیم شو. خرد تو نمیتونه به این رسمی پیدا کنه. تو بایستی به مرحله برسی بعد از این خرد، که خردت رو آزاد کنی به علم حضوری، علم لدنی، به حضور خداوند، به امر وجود خداوند، به امر ابدیت. تسلیم بشی، از این طغیان قلبی دست برداری. تو ناچیزی، تو هیچی نیستی، من هیچی نیستم. ما تو آب و هوا و غذا و نور سیم کشی شدیم، همش از خدا داره میاد. میگه وقتی وارد اون تسلیم قلبی بشی، عقل جزئی تو تسلیم عقل کلی میکنی. یعنی چی؟ یعنی همکاری که ابراهیم کرد. داستان ابراهیم چیه؟ ابراهیم بر علیه پدرش عقل جزئی رو وارد عقل کلی کرد، بر علیه پسرش. اونم برای چی؟ برای اینکه خواست نشون بده امر خدا رو من تسلیمشم. یعنی عقل جزئی من تسلیم عقل کلیه. اون برای که به ایمان رسیده بود، عقل سلیم داشت، قلب سلیم داشت. قلب من مریضه، مریض بود، هنوزم مریضه، هنوز داره تلاش میکنه پاک شه. میگه باید قلبتو سالم کنی تا تسلیم خداوند بشی، عقل جزئی تو تسلیم عقل کلی کنی. اینه که وقتی موسی داره با خضر میره، خضر بهش میگه ببین تو با من نمیتونی همراهی کنی، برای اینکه تو دانشی از علم، خبر از خبر، میگه خبر از آینده نداری، تو نمیتونی من همراهی کنی. عقل جزئی تو نمیتونه تسلیم عقل کلی من بشه. موسی میگه نه من حتما میام، من تسلیم میشه، عقل جزئی تسلیم میشه. به محض این اولین اتفاق میفته، دومین اتفاق میفته، بچه رو میکشه، کودک که نه، نوجوان رو میکشه. بعد میگه آقا تو عقل جزئی من، میگه غلطه آقای ملکیان.
خضر بهش میگه تو تسلیم نیستی. تو اگر به خوبی نهایی امر من معتقد باشی تسلیم میشی. به این توجه بکن، این تسلیم شدن به معنی نیست که تو به بدی تسلیم میشی، که تو میدانی خدا خوبه. قبلا دیسکورسشو داشتی، تجربهشو داشتی. خداوند به هزار لطایف به تو نشون داده. آبی که از آسمان میاد، نوری که از آسمان میاد، غذایی که داری میخوری، درختانی که داری غذاش میبینی، همه اینا داده های خداوند. مریض میشه خدا داره درمانت میکنه، راهو بهت نشون میده، خدا هادیه. همه رو داره بهت نشون میده، به هزار زبان، به هزار شیوه، به هزار هیل. همه اینا رو بهتون نشون داده. تو میدانی خدا خوبه. این چیزی که کیرکگارد میگه teleological suspension of the ethical. teleological یعنی تعلیق نهایت اندیشانه امر اخلاقی. وقتی بچه رو کش خرس، امر اخلاقی رو برای عقل جزئی برای یک لحظه معلق کرد. خب تو باید تسلیم این تعلیق نهایت گرایانه امر الهی بشی. یعنی امرش درسته، در نهایت تو رو داره به یه جایی میبره که درسته، اخلاقیه، ولی برای عقل جزئی تو اخلاقی نیست. اگه کسی دیگه همین کارو بکنه کارش اخلاقی نیست، این خداست. خدا وقتی میکنه بعد بگی تسلیمم، من تسلیم. به تو میگه دشمن تو شیطانه، تو بگی تسلیم. بحث و فحص بعد، یا قبلش با تو هزار تا بحث کرده. قرآن کریم که 10 ها بحث کرده که چرا خود شیطان دشمن توه. 10 ها بحث. من اینا رو باز کردم، بازم میکنم، برای اینکه درگیرشم. خداوند داره از این طریق قرآن کریم منو شفا میده. میگه وقتی که همه اینا رو به تو گفتم، اینجا دیگه بحث استدلال نیست، اینکه تو میدانی. بحث قاوینه. قاوین ما جلسه پیش صحبت کرد. قاوین کسایی هستن که با اینکه میدانن گمراهن، در که قلبشون تسلیم نیست. دستله عقل جزئی نیست. عقل جزئیشون میداند، قلبه تسلیم نیست، تاقیه، طغیان میکنه. قلبه هستش که به سمت چی میره؟ قی میره. قی چی بود؟ جهلی که با اعتقاد فاسد آمیخته شده. فاسد، فساد پیدا کرده. یعنی تمایل پیدا کرده به پستی، تمایل پیدا کرده به طغیان، تمایل پیدا کرده به نفس، تمایل پیدا کرده به اینکه خودش رو از خدا جدا کنه، تمایل به شیطان پیدا کرده، تمایل به فسق پیدا کرده. و این وضعیت قاوینه. ای. و خدا میگه اینا غافلین هستن. قاوین غافل هستن، یعنی اتفاقا جاهل هستن، این عقل ندارن، نمی اندیشن. شما سوره یوسف رو که شروع میکنی، همون شروع که میکنی میگه من الان یکی از حقایق رو دارم به تو اعلام میکنم و میخوام راجبش تعقلونم بیاندیشی. با عقل جزئی خوده. ولی با عقل جزئی شما خودت نمیتونی سوره یوسف رو بفهمی اصلا. تعقلونی که داره خداوند میگه یعنی کرای کسانی که قلبشون رو گشودن بهش. یعنی عقل جزئیشون آمادگی پروسه و پردازش امریه که عقل کلی داره بهش یاد میده. آماده گشوده است به عقل کلی. بعد بیاد داستان اینو میگه که یوسف خوابی دید که 11 ستاره بر ماه و خورشید بر مقابلش سجده میکنن. پدر چی میگه؟ پدر بهش میگه که ببین، خداوند نعمتی رو که بر ابناء تو، بر پدران تو، بر اسحاق، بر آدم، بر ابراهیم، بر یعقوب، به یعقوب میگه بر کسانی که پیش از تو بودن به وجود آوردن رو میخواد تمام کنه. برای این و محتاط باش و برو. براش تفسیر میکنه خوابش رو. چیه این؟ عقل کلیه داره تفسیر میکنه. و این عقل جزئی که میگه خواب که دلوژنه، که خواب مالا میشه توضیحش دادی. سه چیز هست که بالاخره میادش، از زندگی میاد، از تجربه میاد، فلان اینا. یا به هر حال عقل جزئی که بیشتر از این نمیره که. تو باید عقل کلی تسلیم بشی تا سوره یوسف و در موردش تعقل بکنی. تعقل اون اولش بود. خیلی خوب. من به هر حال میگم تموم کنم این مطلب رو با یک خوندن این آیه از سوره نحل که مرتب خداوند به من اینو فرستاده، که میگه که تو آدمی هستی گرفتار و گمراه بودی و هنوزم گرفتاری. تو بایستی، ما تو رو هدایتت میکنیم و تو باید تسلیم بشی. این اشیاء مخارج جهنمی هستی، بلعم با او را بشی در بهترین حالت. و و این آیه رو میگه و پروردگارت به زنبور عسل الهام کرد
که از کوهها و درختان و آنچه بر می افرازند خانه بساز. سپس آیه 69 سوره نحل: سپس از همه میوه ها بخور و راه پروردگارت را فرمان بردارانه بپوی. یعنی تو رو میبرم تو جاده ها. فرمان بردانه کلمه عربیش هست زلولن. زلولن یعنی در پستی، یعنی تو باید سرت بدازی پایین، تسلیم شی. ثم کلی من کل ثمرات فاسلکی، سلوک کن سبل راه های رب، که راه های خدات رو توجه کن، راه های خدا رو برو. زلولن، تسلیم و سرفکندگی برو جلو، فرمان بردارانه. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. و از شکم تو شرابی، چیزی از شکمهات شهدی رنگارنگ میتراود که در آن شفای مردمان است. شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. این برای قومی که فکر میکنن، عقل جزئی دارن و عقل کل جزئیشون به عقل کلی وصل شده، حرکت زنبور اثر سکولارایز نشده. از این تمثیل بسیار خواهند فهمید، چون به عقل کلی وصل شدن میفهمند که این زلولن، این راه های خدا رو به فرمان بردارانه و در پستی و در تسلیم بپوی. اون موقع شرابی از وجود تو میاد که خودت درمان میکنه انشاءالله و غیره. در کنه خدایا این بنده خطاکار گناهکاره که تمام عمرش 45 سال گمراه، تو برش منت گذاشتی که از گمراهی و زلالت درش آوردی، قیامتش رو برپا کردی، زشتی درونش بهش نشان دادی و بعد میگی که خودتو درمان کن. راه درمان من نشون دادی، منو وارد نور کردی، سلامت و دارالسلام من نشون دادی. خدایا کمک کن، این پستی و زشتی رو از من دور کن، این شیطان رجیم رو از ما دور کن. خدایا به امر تو بنده سر می سپارم، تسلیم. عقل جزئی من تسلیم عقل کلی توست، تسلیم قلب من تسلیم توه و این رابطه عاشقانه است. توجه بکنید، ترس و عشق، این دو تا چیزی که منو تسلیم خداوند میکنه و این دو تا چیزی که تسلیم به معنای بهشت هست. تسلیم یعنی خود بهشت و این مستلزم ترس و عشق. عقل جزئی نمیتونه وارد ترس و عشق بشه، نمیفهمه. ترس و عشق عقل جزئی به عقل کلی، به ترس و عشق از عقل کلی نمیرسه. وقتی رسید تسلیم میشه، عقل جزئی تسلیم میشه. عقل دیگه نیست، فقط همه وجودشه. میترسه، در خشوع، در ترس جهنمه، در ترس روز قیامته و عاشقه. عاشق کیه؟ عاشق تمام هستیه. اون که خلق کرد، اون که هدایت کرد، اون که نعمت داد، اون که راه گشود، من منت گذاشت. یه آدم گمراه تباه در سن 45 سالگی داره بهش میگه که قلب تو بیماره، برو خود درمان کن. خدایا شکرت، خدایا نگذار اشتباه کنم به هر قیمتی و به هر بهایی. شکرت برای همه نعمتت، شکرت برای هدایتت، شکرت. این جلسه 16. خدا